در پایتخت کشور شهر دوشنبه مسابقه جمهوری اوید با جیوجیتسو برگزار گردید که در آن 200 ورزشکار از تمام مناطق کشور شرکت نمود. با مقصد نتیجه گیری از فعالیت تمرینی یک ساله مربیان و ورزشکاران چورابینی مذکور در آخر سال راه اندازی گردید. تفصیلات در گزارش. مسابقه کشود جمهوری با مقصد نتیجه گیری یک سال فعالیت فدراسیون ملی جیوجیتسوی تاجیکستان بوده. اون امکان می‌دهد تا مربیان این نمود ورزش از تمرین‌های پیوسته شاگردانش خلاصه نهایی برآورده نقشه معین را برای اشتراک آنها در مسابقات سال آینده طراحی نماید. طور اطلاع داده شد سال 2019 فدراسیون ملی جیوجیتسو در همکاری با کمیته کار با جوانان و ورزش بیش از 10 مسابقات سطح جمهوری و شهری و چمپیونات جمهوری تاجیکستان را تشکیل نمودند. همزمان برای جلب هرچه بیشتر جوانان نورسان به این نمود مسابقه ها در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت و خطلان و تابع مرکز نیز گذرانیده شد. من امروز در این مسابقه در وزن 30 کیلو اشتراک کردم و سزاواری مدال طلا گشتم. من در سال 2019 در بسیار مسابقه‌های بین‌المللی اشتراک کردم. یکی از آنها در امارات متحده عرب در چمپیونات بین‌المللی اشتراک کردم. 3 رقیب خود را مغلوب کردم و سزاواری جای اول گشتم و باز در چمپیونات جهان هم اشتراک کردم و سزاواری مدال نقره گشتم. از شهر بوستون یعنی از ولایت سوخت آمدم. در این مسابقه جمهوری که در شهر دوشنبه برگزار شده است من در اینجا اشتراک کردم. من در این مسابقه 3 حریف داشتم و 2 تای آن را مغلوب کرده در فینال با عبادالله مغلوب شدم. من در مسابقه بین‌المللی که در شهر دوشنبه برگزار شده بود در آن من جای اول را اشغال کردم و من می‌خواهم که در دیگر دولت‌ها پرچم تاجیکستان را بلندتر بردارم. در مسابقه مذکور ورزشکاران هنر و مهارت خود را بار دیگر سنجیدند. فعلا از جانب رهبریت فدراسیون مذکور انتخاب بهترین ها برای مکمل نمودن هیئت منتخب جیوجیتسو جریان دارد و به هم آوردن ورزشکاران در دریافت چهره‌های نو و با استعداد نقش مهم خواهد بازید. امروز مسابقه جمهوری اوید با نمود جیوجیتسو دایره گردیده است که در اینجا از ولایت خطلان، ولایت سوخت، شهر نویا تابع مرکز چونین از شهر دوشنبه و دیگر دسته ها اشتراک کرده ایستادند و این مسابقه جمهوری این مسابقه جنبستی فدراسیون ملی جیوجیتسو در سال 2019 می باشد که ما در اینجا دسته های منتخب را انتخاب کرده و برای سال آینده 2020 آمادگی می‌سازیم. در سال 2019 دستپروران رشته جیوجیتسو در تمام مسابقه‌های بین‌المللی و آسیایی، جام جهان، چمپیونات جهان و دیگر سبقت‌های بزرگ شرکت ورزیده شرف تاجیکستان را ارزنده معرفی نموده با گرفتن مقام‌های افتخاری مشرف شدند. مسابقات کشاد جمهوری ورزشکاران نورس و جوان و کلانسالان را با هم آورد. در نهایت بهترین ها به منتخب تاجیکستان شامل شده همکنون تاجیکستان را در سال 2020 در میدان‌های سطح بین‌المللی معرفی خواهند کرد.